اگه این کارا رو انجام ندی تپ سواپات رو از دست میدی. وارد پلی استور شو و کیف پول فانتوم رو دانلود کن. بعد از اینکه دانلود کردی وارد کیف پول شو، منتظر باش که لود بشه. بعد از اینکه لود شد کریت نیو والت رو بزن، بعد نکست. اینجا بهت رمزهای رو که میده یادداشت کن. اوکی، گزینه یس، تیک گزینه رو بزن و مرحله بعدی برو. آندرستند رو بزن. کیف پولت ایجاد شد. حالا وارد بازی تپ سواپ شو. تسک رو بزن، کانکت سولانا رو انتخاب کن، استارت رو بزن. در صفحه‌ای که میاد گو رو بزن. ساین مسیج رو بزن، کانکت رو بزن. به کیف پول فاندوم وصل میشه. گزینه کانکت رو اگه بزنی مجدد ساین مسیج